الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. درس ششم قسمت سوم رسیدیم که لفظ الله سبحانه و تعالی یا این نام الله سبحانه و تعالی را که الله هست در قرآن عظیم الشان چه قسم معرفی شده. طبعا اما 6 مسئله مهمی را که در ذات الله سبحانه و تعالی ما بیان کردیم، اگرچه در قرآن عظیم الشان در هر آیاتی که درباره الله هست میخوان در اونجا بسیار موضوعات بحث شده، لکن اساسش همین 6 موضوع هست که در قرآن عظیم الشان بیان میشه. اولش بسم الله الرحمن الرحیم، اولش الله معبود حق یگانه هست، یعنی یگانه ذاتی که معبود حق است الله سبحانه و تعالی هست. و در قرآن عظیم الشان در سوره اخلاص ما شما میخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه وسلم که هو الله، یعنی شأن سخنی است که الله ذات یگانه هست. و در آیت دیگه میگه که سوره حج آیت 62 که ذلك بأن الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه الباطل، یعنی ذلك بأن الله هو الحق. اینجا قرآن عظیم الشان برای ما بیان میکنه که الله حق است و ان ما يدعون من دونه هو الباطل، و هر چیز را که اینا طلب میکنن بغیر از الله سبحانه و تعالی و هو را معبود خود قرار میدن، اینا باطل هستند. دومی معنای و یا دلالت اسم الله این هست که الله ذاتی هست که مستحق عبادت است. یعنی قرآن عظیم الشان بر ما معرفی میکنه که اگر شما میخواین عقیده قرآنی داشته باشین باید بفهمیم که مستحق عبادت فقط یک ذات است که او الله سبحانه و تعالی هست و دیگران مستحق عبادت نیستند. این ما و شما باید کل ما و شما این باید بفهمیم که الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که او مستحق عبادت است. از کدام آیت قرآن میخوانیم درباره ازی که الله متعال مستحق عبادت است؟ بسیار آیات آمده و تمامی پیغمبران به می دعوت میکنند. فعلم انه لا اله الا الله. الله متعال میگه فعلم بدان که انه یقینا که لا اله نیست هیچ کسی مستحق ازی که ذاتش عبادت شوی. توجه هستید کلمه مستحق در اینجا لا اله نیست هیچ کسی مستحق ای که ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. اینجا در سوره محمد آیت 19 هم ای بیان شده هست. پس اینجا انسان مسلمان باید علم داشته باشه به این نقطه اساسی که لا اله الا الله، لا اله نیست هیچ کسی مستحق ای که ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه الا الله، بغیر از الله. پس کسی که الله را میشناسه به اساس قرآن به این عقیده می باشه که مستحق عبادت الله هست. بناهن تمام عبادت های فکری و قلبی و زبانی و بدنی و مالی و تشریعی را که 6 قسم عبادت است، اینه برای کی میکنه؟ فقط برای الله متعال میکنه. فکرش همیشه به این هست که ما باید عبادت من و اطاعت من برای الله بکنم. امی اندیشه و فکرش به می قناعت می باشه. از نگاه قلبش همیشه عبادت های قلبیه که مربوط قلب میشه، مثل خوف است، خشوع است، رجا هست، محبت هست، توکل است. تقریبا 18 قسم عبادت قلبی هست که ما در کتاب عقیده در روشنای قرآن و سنت تشریح کردیم. این حالی 18 قسم عبادت قلبی را مخصوص الله میکنه. چرا؟ الله متعال میگه علم حاصل کو، این را بفهم که کسی دیگه مستحق عبادت نیست. و همچنان عبادت های مثلا زبانی، عبادت های مالی، عبادت های تشریعی. عبادت تشریعی چه معنی؟ یعنی که ما الله متعال با اطاعت از احکامش، با اطاعت احکام الله در نظام تشریعی، در نظام سیاسی عبادت میکنیم. تمام پیغمبرها وقتی که اینا آمدن میگفتن که
لا اله الا الله. بر امت خود میگفتن که نیست کسی دیگه مستحق از که ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود بغیر از الله سبحانه و تعالی. سوم، در قرآن عظیم الشان بر ما خب این فهمیدیم که مستحق عبادت. سوم، الله سبحانه و تعالی مستحق اطاعت است. الله سبحانه و تعالی مستحق اطاعت است. اول در این قسمت مستحق اطاعت شمانه اینال الله متعال در سوره یوسف در آیت 40 ما و شما ایره میخوانیم که یوسف علیه السلام وقتی که پیغمبر الله هست برای مردم درس میده و تعلیم میده و الله را معرفی میکنه. چه قسم معرفی میکنه؟ میگه که این الحکم الا لله، حکم نیست مگر مخصوص الله، حکم نیست مگر مخصوص الله. حال بسیاری کسا مثلا حکم چی را میگن؟ یعنی حکم باید کی بکنه؟ مثلا در امریکا حکم کی میکنه؟ پارلمان حکم میکنه، رئیس جمهور حکم میکنه. مطابق چی حکم میکنه؟ مطابق فیصله هایی که پارلمان و مردم میکنه. این حال قرآن میگه که این الحکم الا لله، حکم نیست مگر مخصوص الله هست. ببینین الا استعمال شد اینجا، اول نفی شد. وقتی که حکم نفی شد از تمام مخلوقات، باز بالاخره این اثبات شد برای کی؟ برای الله. مثل که ما و شما در لا اله تمام مخلوقات نفی میکنیم، در اینجا هم در قسمت حکم هم امی هست که این الحکم نیست، حکم صلاحیت نداره که حلال حرام جایز ناجایز خوب زشت ارزش ها را تعیین بکنه. کی؟ الا لله، اینمی حکم نیست مگر مخصوص الله سبحانه و تعالی هست. این اعتقاد قرآن عظیم شان است. تمامی پیغمبرها بر زمین آمدن که احکام الله را در زمین الله تطبیق بکنن. آدم علیه السلام خلیفه الله بود. خلافت و خلیفه الله چی وظیفه داره؟ اینمی وظیفه از او هست آدم علیه السلام تا رسول الله صلی الله علیه و سلم و تا روز قیامت امتها که حکم الله را در زمین الله تطبیق بکنه. این الحکم الا لله. اگر کسی با صرف بفهمه، نحو بخونه، بلاغت بفهمه، باز میفهمه که اینجا نفی است. بعد از نفی اینجا چی آمده؟ اینجا الا استثناء آمده، اینجا حصر، یعنی انحصار، منحصر است. حکم فقط برای الله. الله حکم میکنه، پیغمبرها چی میکنن؟ تبلیغ میکنن، تشریح میکنن و حکم به دست انسان ها نیست. و این نقطه اول در این آیت قرآن است. نقطه دیگه بعد از این وقتی که گفت این الحکم الا لله، باز میگه که امر ان لا تعبدوا الا ایاه، امر کرده که شما عبادت نکنین مگر الله سبحانه و تعالی را. اینجا چی آمد؟ از یک طرف حکم مخصوص الله شد، یکی. دوم اینجا عبادت بعد از حکم آمد. از اینجا چی استنباط میشه؟ استنباط میشه که عبادت امی حکم که است. وقتی که اطاعت از حکم الله میکنیم، این هم در حقیقت در عبادت داخل هست. یعنی وقتی که ما بر یک کس سجده کردیم، عبادت را کردیم. وقتی بر یک کس رکوع کردیم، خود در مقابلش ذلیل ساختیم، سبحان ربی العظیم گفتیم، الله را عبادت کردیم. این حال اگر کسی حکم الله را تطبیق میکنه، این هم عبادت الله را کرده. این را عبادت تشریعی میگن. بعضی کسا این مسائل نمیفهمن مگر ای که قرآن دقیق بخوانن و مگر ای که به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دقیق متوجه شوند. حتی بعضی اوقات بعضی از صحابه که جدیداً مسلمان میشدن برشان این مشکلات پیدا میشد. عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه یک صحابی هست. این صحابی قبلا نصرانی بود. این در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم میه و رسول الله صلی الله علیه و سلم امی آیت شریفه میخونه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یعنی که یهود و نصارا، یهود احبار خدا و نصارا رهبان خدا ارباب ساختن، اتخذوا گرفتن. یعنی یهودی‌ها احبار داشتن، احبار خودن، و نصرانی ها رهبان داشتن، پیرها داشتن که اینا می رفتن در یک کلیسا چی میکردن؟ در بین کلیسا ترک دنیا میکردن و عبادت میکردن.
اینا الله متعال میگه که اینا امی احبار و رهبان خدا چی گرفتن؟ ارباب من دون الله گرفتن. وقتی که آیت شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاوت کرد، عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه که صحابی هست و نه مسلمان شدن، این گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما خب احبار و رهبان خدا عبادت نمیکردیم. این چطور در آیت قرآن این قسم گفته شده هست؟ این حال عدی بن حاتم به این فکر بود که یعنی عبادت امی رکوع کردن است، سجده کردن است، برای کس نماز خواندن است. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش فرماند که وقتی که اونا حلال الله را از پیش سوال کرد، وقتی اونا حلال الله را حرام میکردن، یعنی در حکم الله تغییر می آوردن، قانون می ساختن به ضد حکم الله، شما از اونها اطاعت میکردین؟ بله میکردین. وقتی که حرام الله را حلال میکردن، شما از امی احبار و رهبان اطاعت میکردین؟ بله از این اطاعت میکردین. گفت این همی عبادت است. پس از اینجا معلوم میشه که الله ذاتی هست که با اطاعت از حکمش عبادتش میشه. همین قسمه که با سجده کردن عبادتش میشه، با نماز خواندن عبادتش میشه، با روزه گرفتن عبادتش میشه. چهارمی نقطه که باید بفهمیم که الله سبحانه و تعالی ذاتی است که عبادت و اطاعت مخصوص از او هست. عبادت و اطاعت مخصوص الله هست. الله متعال در سوره هود آیت دوم چی میگه؟ الله تعبدوا الا الله. الله تعبدون، ای که شما عبادت نکنین. تمام پیغمبرها، اگر هود علیه السلام بود، اگر آدم علیه السلام بود، اگر ابراهیم علیه السلام بود، موسی علیه السلام بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم، کل از اینا را وقتی در قرآن عظیمشان عقیده از اینا را بیان میکنن که الله را چه قسم امت خود چی دعوت میکنن؟ الله تعبدون الا الله. شما عبادت نکنین بغیر از الله سبحانه و تعالی. الله را عبادت بکنین. ایناله وقتی که عبادت نمیشه، گفتیم عبادت قلبی و عبادت زبانی و عبادت تشریعی، پس تمام عبادت ها و تمام اطاعت ها باید از کی شوند؟ از الله متعال شوند. خب پنجمین نقطه که هست که الله ذاتی هست که عبادتش فقط از طریقی پیغمبرانش میشه. عبادتش از طریقی کی میشه؟ پیغمبرانش میشه. اینال مثلا شما ببینید که چه قسم عبادت الله از طریق پیغمبرایش میشه. الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. بگو بر از این مردم که اگر شما الله را دوست دارین، از من متابعت بکنین. از رسول الله صلی الله علیه و سلم در چی متابعت میشه؟ در امو احکامی که بیان کرده، در امو سنت هایی که بیان کرده. مثلا آیت قرآن نماز امر میکنه که اقیم الصلاه. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم ما چه قسم نماز بخوانیم، چه قسم عبادت الله را در نماز بکنیم، این فهمیده نمیشه مگر از طریق کی؟ از طریق که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که صلوا کما رأیتمونی اصلی. شما نماز بخواین مثل که من نماز میخوانم. پس اینجا الله متعال میگه که شما اگر الله را دوست دارین و میخواین که الله شما را دوست داشته باشه، و دوستی الله وقتی حاصل میشه که انسان عبادت الله را بکنه. پس شما چی کنین؟ دمی عبادت ها را از کی یاد بگیرین؟ فتبعونی، از من مطابقت کنین که رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی اینا اطاعت میکردن و عبادت های خود از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگرفتن، اینجا هست که اینا واقعا الله را چی کردن؟ الله را عبادت کردن. پس از این خاطر علما میگن که الله ذاتی است که عبادت از او شناخته نمیشه، فهمیده نمیشه مگر از طریق پیغمبرها. پیغمبرها چی میکنن در عبادت؟ 6 چیز تبلیغ میکنن. الله برشان وحی میکنه و پیغمبرها 6 چیز تبلیغ میکنن. او 6 چیز چی هستن؟ اول نوعیت عبادت. کدام قسم عبادت است؟ مثلا ما پیغمبرها گفته که یک نوع عبادت نماز است، یک نوع عبادت مثلا زکات است، یک نوع عبادت حج است. پس این نوع عبادت که است، این پیغمبر تبلیغ میکنه. پس مطابقت از پیغمبر ده میشه نوع عبادت، کمیت عبادت، کیفیت عبادت، زمان عبادت، مکان عبادت
و همون وسیله‌ای که در او عبادت استفاده میشه. این 6 چیزه الله تعیین میکنه و پیغمبر تبلیغ میکنه. از این خاطر عبادت الله فهمیده نمیشه، نوعیت عبادت الله، کیفیتش، کمیتش، زمانش، مکانش، آلی که در استفاده میشه، این فهمیده نمیشه مگر توسط کی؟ توسط پیغمبران. ششمین نقطه ای بود که در قسمت الله سبحانه و تعالی که الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که نامها و صفات بسیار زیاد داره. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میگه هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. نامهای بسیاری از الله هست که در قرآن عظیم شان و صفات زیاد الله هست که این صفات مثلا به شکل اسماء الله الحسنا گفته شده، به شکل مضاف و مضاف الیه گفته شده، غافر الذنب قابل التوب به شکل جمله گفته شده، یغفر لمن یشاء به شکل جمله اسمیه گفته شده، به شکل جمله فعلیه گفته شده. اینی اسماء و صفات الله بسیار. پس الله ذاتی است که دارای نامها و صفات بسیار زیادی داره که در قرآن و سنت ثابت است. این هست فهم ذات الله سبحانه و تعالی و صفاتش در چی؟ در قرآن عظیم شان. وقتی که ما میخوایم که الله را بشناسیم در قرآن عظیم شان، باید امی 6 نقطه را بسیار دقیق بفهمیم که الله ذاتی هست که او ذات یگانه هست، مستحق عبادت است، مستحق اطاعت است، معبود به حق است و عبادت و اطاعتش از طریق پیغمبرایش فهمیده میشه و ذات هست که دارای اسما و صفات زیاد است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.